امروز پنجشنبه است 19 اکتبر و من طاهری سفر با اخبار مهم روز شما را همراهی می کنم. در ابتدا نگاه به سرخط چندی از خبر و گزارش های برنامه. قتل بی‌رحمانه دو صاحبکار در شمال تاجیکستان مردم زادگاه آنها را وحشت زده کرد. مقامات میگویند قاتلان را جستجو دارند. حامیان حقوق از وزیر امور خارجه آمریکا خواستند مسئله حمایت حقوق همجنسگرایان را با مقامات تاجیکستان در میان بگذارد. مکتب در خانه. یک ساکن کلاب نصف از خانه استقامتیش را در اختیار مکتب میانه گذاشته است تا کودکان از تحصیل دور نمانند. با همه چیز کردم. من نمیدونم از سبب باشه که یا فرزندای ما در این درجه حساب میشوند. شروع میکنیم از ولایت سوخت. در این ولایت مراسم دفن زن و شوهری برگزار شد که آنها را افراد ناشناس شب 19 اکتبر کشتند. مقامات میگویند عاملان جنایت مدهش در جماعت اونجی در ناحیه باباجان غفوروف را جستجو دارند. درباره جزئیات و فرضیه های جنایت همکارم عبدالله اشوروف گزارش میدهد. خانه تاجرانی که شب 19 اکتبر قتل شدند سر آدم بود. یک روز پیش هم صحبت شده که بودیم. من روز شنبه بار میبرم کجا گفتم من گپ میتیم گفتم. کشتار مقصود جان محمد جانو و همسرش که همسایه ها از او با احترام حاجی گفته نام میبرند بسیاری از همدیه ها را غم زده کرد. بودی به بودی نازده. بودی به کشتگی نیم خانه هاش سازن. همه سازان دو برام حاله. قاتلان را مقامات جستجو دارند و میگویند ممکن است زن و شوهر را برای پول کشته باشند. مفتشان میگویند قبل از کشتار قاتلان دهان زن و شوهر را با کاغذ شیرش بسته اذیت دادند. قانون جزاش بینه. هیچ ممکن نیست که داوری مو آدمو مهنت خودش که همین قدر درجه ورسیده دیگران بخیلی که ناتوان بینی که زمان سر زدن حادثه در اتاق دیگر منزل پسر 31 ساله این جفت خواب بوده است ولی او از وارد شدن قاتلان و کشته شدن پدر و مادرش به خبر مانده است. مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت الله و در بازار پنجشنبه شهر خوجند دکانی متاع فروشی داشتند. تاثیر سخت میکنه تاثیر سخت ما هم غمگین شدیم نشنیم غمگین شدیم که نخواست که آدم زاد خیلی کنه. در ولایت سوخت حادثه های همگون به وقوع پیوسته است و اکثر عاملان جنایت را پیدا کردند. پیش از ادامه صحبت در برای موضوع تاجیکستان سری میزنیم به کشورهای دیگر منطقه. مقامات بلندپایه قزاقستان و قرقیزستان در تلاش برای رفع اختلافات گفتگو کردند و به موافقه رسیدند که حرکت در گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور آسان‌تر شود. بعد از آن که رئیس جمهور قرقیزستان گفت دولت قزاقستان به انتخابات در آن کشور مداخله می‌کند، مقررات گذر در پاسگاه‌های مرزی بین قرقیزستان و قزاقستان سخت شد و صدها ماشین از جمله ماشین‌های بارکش تاجیکستان نیز در این مرز درماندند. 18 اکتبر رهبران قزاقستان و قرقیزستان موافقت کردند که رفت و آمد در گذرگاه مرزی میان دو کشور را آسان تر کنند. روز پنجشنبه سروزیر قزاق بقیتجان ساغینتایف با همتای قرقیزش سپر اسحاقوف در شهر آستانه دیدار و گفتگو داشت. یک روز بعد از آن دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان ابراز داشت که حق عبور امتیازناک مرز به مسافران پیاده و مسافران سوار ماشین‌های داده می شود که در آن چیز بیش از مال و کالای خصوصی آنها نباشد. به این رویخط همچنان اتوبوس‌های بین شهری و ماشین‌های بارکش خالی شامل شده است. موافقت دو کشور بعد یادداشت قرقیزستان به سازمان جهانی تجارت به دست آمد که در آن قرقیزستان از معامله سخت مقامات قزاق با شهروندان و اشیاء قرقیزستان شکوه کرده بود. خبرگزاری ریترز خاطر نشان کرده است که در این سند بشکک به پایمال نمودن 9 قانون مختلف تجارتی بین المللی از طرف آستانه اشاره نموده باشد هم از تقاضای تفتیش وسیع مقیاس این بحث در سازمان جهانی تجارت خودداری کرده است. طبق یادداشت مرزبانان قزاق تنها ماشین‌های بارکش قرقیزستان را مورد تفتیش قرار می‌دهند و در نتیجه انتقال بار به قرقیزستان 50% کاهش یافته است.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات میگویند در کوچانیدن تربت چندی از شخصیت‌های شناخته از باغ عینی به آرامگاه دیگری در کنار دوشنبه به بی احترامی یا قانون شکنی راه ندادند. همین هفته مقامات دوشنبه تربت چند عالم و زیایی را از باغ عینی نزدیک به مرکز پایتخت به آرامگاه سری آسیا برده دفن کردند. خویشاوندان چندی از آنها گفتند که کوچانیدن قبرها به رضایت صورت گرفته است و در این باره میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. مقامات حکومت تاجیکستان و از جمله حکومت شهر دوشنبه در رابطه با انتقال قبرهای چهره‌های شناخته و اربابان سیاسی و جمعیتی تاجیکستان از باغ عینی به قبرستان لوچوب اظهار داشتند که این اقدام بدون آگاهی و بدون خبر دادن نزدیکان آنها صورت نگرفته است و آنها گفتند که قبل از اینکه آنها انتقال داده شوند در یک جلسه وسیع در اکادمی علوم تاجیکستان با اشتراک همه خویشاوندان آنها این مسئله بررسی کرده شد و رازیگی آنها گرفته شده است. ایرینا تیخانووا نبیره جبار رسول و رهبر سابق تاجیکستان شوروی که قبرش از باغ عینی به آرامگاه لوچوب برده شده است، روز 17 اکتبر از چنین عملکرد نارضایی کرد و در صفحه رسمیش در فیسبوک نوشت برای بدون آگاهی آنها کوچاندن قبر باباش از بالای مقامات دوشنبه شکایت خواهد برد. تیخانووا ادعا کرد که مقامات فرزند و نبیره های جبار رسول را در مورد کوچاندن قبر آگاه نکردند. اما عبدالجبار رحمانزاده میگوید قبلا کارمندان اکادمی علم های تاجیکستان با دختر جبار رسول در مسکو تماس داشتند و او رضایتش را درباره انتقال گور پدرش داده بود. یاور رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که حالا قبر این افراد به لوچوب برده شده، کارهای آبادانی در آنجا تقریبا نهایی شده است. مقامات شهر دوشنبه نیز در واکنش به نگرانی ها در مورد انتقال چند قبر گفتند که باغ عینی جای سیر و گشت است نه قبرستان. آنها گفتند که وجود قبرها در این باغ به احترامی نسبت به بزرگان ملی خواهد بود. عابد نظرف رئیس بخش فرهنگی حکومت شهر دوشنبه روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت باغ عینی همچون باغ مورد استفاده قرار دارد و آن را نمی شود گورستان کرد. اگر نزدیکان آنها در مسئله انتقال قبرها شکایت دارند بگذار شکایت کنند. لوچوب واقعا آرامگاه چهره های بزرگان فرهنگ و ادب و اهل جامعه است. تا کنون قبر قهرمان تاجیکستان و یکی از رهبران تاجیکستان شوروی باباجان غفورov، جبار رسولov، محمد عاصمی، باقی رحیمزاده، کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را از باغ عینی پایتخت به آرامگاه لوچوب انتقال دادند. با تصمیم مقامات در باغ عینی تنها مقبره ترمیم شده سردفتر ادبیات تاجیکستان شوروی صدرالدین عینی باقی میماند. یک سازمان حامی حقوق در امریکا از رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور خواسته است مسئله تهیه فهرست اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان را با مقامات تاجیکستان در میان بگذارد. سازمان هیومن رایتس فرست روز 19 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت امریکا نباید اجازه بدهد که تاجیکستان به چچنستان دیگر تبدیل شود که آنجا هم جنسگرایان را آزار و اذیت می‌کنند. بیانیه بعد از آن نشر شد که معلوم شد مقامات تاجیکستان فهرست هم جنسگرایان را به حیث یک قشر آسیب پذیر ترتیب دادند. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم انوشروان اوریپوف و نسیم ایساموف چند پیش درباره زندگی هم جنسگرایان در تاجیکستان گزارش آماده کردند و این گزارش را همراه می‌بینیم. من و دوستم با امید آن آمدیم که زندگیمان بهتر شود. این دو همجنسگرا به شرط صحبت کردند که چهره‌هایشان نشان داده نشود. با امید آن آمدند که شاید زندگیشان تغییر یابد. من در دانشگاه میخوانم. اگر بفهمند ممکن خارج کنند. من نمیخواهم کسی درباره من بداند. این زندگی خصوصی من است. میترسند که اگر کسی همجنسگرا بودنشان را فهمد رد معرکه میشوند، بیکار میمانند و از دانشگاه خارج میشوند. بدتر از همه والدانشان از آنها رو میگردانند. میگویند که آشکار شدن تمایل خطر مرگ هم دارد. در بین شناسان ما 2-3 ماه پیش رخ داد. او زن داشت، خانواده‌اش با خبر شد و او خود را آویخته کشت. بعضی از دوستان دیگرشان ازدواج کرده و فرزنددار شدند تا کسی تمایل جنسیشان را نفهمد. اگر کسی از تمایل جنسی او پی برد میگویند ببینید وی زن و فرزند دارد، همجنسگرا نیست. اگر میبود زن نمیگرفت. وقت ما رنگمون شو کرده وطن برمیگردیم پیش پدر مادر. خرم دو جنس است و در خارج زندگی میکند. میگوید که در آن کشور جنسش را پنهان نمی‌دارد، آزاد می‌گردد و خود را انسان احساس می‌کند.
لباس زنانه می پوشد، موی و ناخن‌های دراز می ماند. اما پیش از بازگشت به نزد والدان در هر 2 سال خود را پسر می کند. سالهای اخیر به گفته وی درک همجنسگرایان در تاجیکستان بهتر شده است، ولی رفتاری بد با آنها یک کار معمولی است. یا خلاصه که غم می‌زد یا که میزند یا که سینمای ازدواج. به گفته خرم حمایت از حقوق همجنسگراها در تاجیکستان نتیجه نمی‌دهد. آن دوستانش که تمایل جنسیشان را آشکار کرده و برای حق خود مبارزه بردند لط و کوب و تحقیر شدند. شما خدا نمی‌ترسید، شما نماز نمی‌خونید، از خودشان بخبر، نماز خوان، فلانی کن، ملاقی کن، خدا تو را میبخشد، زن بگی خدا تو را میبخشد، فلانی. این دو جفت میخواهند که تاجیکستان را ترک کنند. در زندگی همیشه پنهان کردم. البته من میخوام به گرمانیا سفر کنم و هم اویلوی به اون بروم. همجنسگرایان در تاجیکستان جمعیت علاهیده ندارند و در خانه‌های اجاره جمع میآیند. از ترس آشکار شدن از جمع آمد در رستوران و کلوب ها پرهیز می کنند، چون می دانند که نتیجهش آزار و اذیت می شود. در جنوبی تاجیکستان تقریباً 100 نورس در یک خانه تحصیل می کنند. از بس که مکتب این منطقه به قدر کافی برای کودکان جای نشست نداشته است، خانواده از کلوب نصف از خانه‌اش را در اختیار مکتب داده است. گزارش نوبتی برنامه از همین جاست. اهالی تانیال دهه واقع در شهر کلوب از هزار گذشته است. مکتب این ده در طبقه اول این خانه شخصی جایگیر است. 20 سال است تکودوی مردم برای بنیاد مکتب نو ادامه دارد. دویدند و فقط وعده گرفتند. ما با همه تشکیلات مراجعه کردم، با همه چیز کردم. من نمیدونم از سبب باشه که یا فرزندای ما در این درجه حساب میشوند. تا میانه سالهای 80 این بنا باشگاه صحرایی بود و گاه طلبه ها موسمی در 2 حجره آن تحصیل میکردند. من حوالی 84 همون سال همه جا ما میخوندیم تا صنف 4 بعد صنف 5 میشه و 3 کیلومتر راه میریم. بعدی برهم خوردن خواجگی های کلکتیوی این بنا شخصی شد. صاحب آن ساکن تانیال است. به خاطر دور بودن راه مکتب دهه همسایه آنها را در طبقه اول خانه اش جای داده است. انصاف داده است همه صاحب خانه ما را بخیز نکرده است توزیره. که مکتب تونه میسودم من تم افرام میگوید تمام. خاطربینی صاحب خانه نیز سبب دارد. کودکانش که هنوز خردسال هستند در این مکتب تحصیل میکنند. نه خیلی جایی که وقتی که کودک‌ها جای مکتب ندارن هیچی هم گفتن و فرزند خودش در اینجا میخوانند. چند فرزند؟ 3 فرزند داره هستش در اینجا میخوانند. دیگر به خاطر همین بهره هاست که این رفتارهای را از زینه ها طاقت میکنند، اجاره پولی نیز نمیگیرد. با جناب ولی کردن که همه مکتب‌ها از خانه‌های بنای معمولی خانه‌های شخصی از واگن از همه گرفته شده. لیکن من نمیدونم که تو چه اندازه راستی داره که طلبه‌های ما تازه در خانه شخصی میخونن. حالا حدود 100 نفر کودک از صنف 1 تا 4 در اینجا تحصیل میکنند، اما این بنا به قول آموزگاران سازگار برای تحصیل نیست. روزهایی هستند که تاریک می شود، ابر می شود، دیگر سینه درس دادن نمی شود، خوانندگان نمی بینند، نه حرف رو نه نوشته می توانند. بر طبق یک قرار رئیس شهر کلوب برای ساختمان مکتب جدید در دهه تانیال از حدود جماعت دهنه 2 هکتار زمین جدا شده است. سال گذشته اعلان شد که حدود 700,000 سامانی برای ساختمان مکتب جدا می شود، اما نشد. باز گفتند که مبلغ گذاری را در سال 2017 به 1 میلیون رساندند. و گفتیم مسئولان محله با آنها تقدیر این مبلغ ها و ساختمان مکتب ناروشن باقی مانده است. وعده کردن این تا وزیرم وعده میکنن ساختمان مکتب ما سر نشد. زمینش جدا کرده داده ایشون 2 سال زیاد شد. از ساختمان مکتب درک نیست. با وجود این همه وعده خلافی ها ساکنان امید دارند داد آنها به گوش حتما میرسد، طلبه های مکتب به یک گوشه امن و شایسته تحصیل میکوچند. و بیننده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید. در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای بیشتر را ببینید و هم در ادنا کلاسنیکی و فیسبوک صفحه داریم. خدا نگهبان شما.